اینجا من میخوام امروز به شما درس بدم که چطور نه که مدیر یک رسانه بشوی، این غلطی از برداشت از مدیریت رسانه. میخوام این رو به شما بگم که چگونه با رسانه شما رو مدیریت میکنم. رسانه، مدیریت رسانه یعنی این که من مخ شما رو برنامه‌ریزی میکنم اونجوری که من دوست دارم جواب میده. اقوا جلو راه رشد رو گرفتنه. یه موقع دزد میاد تو خونت یه جنسی برام میبره، دنبالش هم میکنید، زنگ میزنید 110. یه موقعی هستش یه دزده اصلا خیلی زرنگ همش میگن کلاهبردار. اغوا میکنن آدمو. خودت پول تو میدی بهش. تا روزی هم در نره چی بگی؟ نمیفهمی. دقت کن، تا روزی هم که نمیری نمیفهمی. یک سری فرمول ها تو ذهن من و شما هست ثابت بین هممون مشترکه. عدالت خواهی. چه این فیلم جنون باشه، چه یانگون باشه، چون فلان سریال ترکیه‌ای جم باشه یا شبکه دیگه باشه، چون موضوعش عدالت خواهی طراحی شده، تو کشش داری به دیدن این. مثلا یه مثال برای شما میزنم. شما تو خونه نشستی، بعد یه فیلم هم از سر چهارراه گرفتی، آوردی گذاشتی تو دیویدیو، میخوای نگاه کنی. فیلم هم هالیوودیه. خواهرت نشسته، مادرت نشسته، بچه‌ها تو سن پایینم نشستن. بعد می‌بینی یه آقا یه خانم می‌بینن توی محیط دربسته. خدا میگه که آقا خانم نامحرم توی محیط دربسته باشه، سومیشون که شیطانه. باریکلا. بعد تا میرن توی محیط دربسته سریع کنترل رو برمی‌داری. از کجا می‌دونی چی می‌خواد بشه؟ تو فیلم دیدی قبلا؟ نه. برای چی؟ میگه من پیش‌انگار ذهنی دارم. من فرمولی تو ذهنم هست. یک رابطه جنسی بین یک مرد و یک زن جنس مخالفه. 2 توی یک محیط دربسته و سربسته، یعنی در انظار عمومی نیست. 3 رسانه غرب رسانه بی‌حیایی است، این سکانس‌ها رو پخش می‌کنه. درسته؟ ممکنه اصلا هیچ اتفاقی هم نیفته. مقدمه هر گناهی فکر گناهه. فکر گناه. دقت کنید، قبلش آدم به اون گناه فکر میکنه، قبحش رو میشکنه. وقتی شما به یک گناهی فکر میکنید یعنی مقدماتش رو فراهم میکنید، طراحی میکنید، تو ذهنتون میچینید. این اون اتفاق بعد از میفته. اگر بخواد یک موتور یک جامعه ای رو بیاره پایین، بیاد روی این مباحث دست بزنه. اونها خوب ما ایرانی‌ها رو میشناسن. اینا بهتون بگم تلویزیون اوضاعش تموم شد. الان آمارها میگن تو جهان شبکه‌های مجازی و اینترنت تلویزیون هم پس زده. حتی بعضی میخوان تلویزیون هم نگاه کنن، یه تلویزیون اینترنتی نگاه کنن. آی پوششت بده. چند تا پوشش خوب برام بگید. یک دختر خانمی که دنبال یک مانتوی مناسب میخواد بگرده، چقدر تو بازار اومد بگرده؟ سلیقه عوض میکنن. یک زمان الان بحثم این اساسا سر خوب و بد نیست. تو رو خدا وقت فکر بد نکنید، با پیش‌انگاری به صحبت من نگاه نکنید. دقت کنید. ببین یه زمانی بود که مثلا اصلا شلوار لی یه نفر پاش میکرد بد می‌دونست. ما یادمونه. اگه خانومه خیلی بدتر مثلا. بعد این الان شلوار لی بعد الزامانه تو زمستون خیلی خوبه اگه مثلا یه سری مثلا تنگ نباشه، اذیت نکنه، بعد لباس راحت بشه. چه بدی داره؟ اصلا این شلوار لیو زغال سنگ طیف سنت زغال سنگ فروشا درست کردن اولی رو. اما زمانی من میتونم بگم بابا این نپوش، این شلوار این لباسو نپوش که چه اتفاقی بیفته. اون زمانیه که در واقع من اومدم به طرف گفتم که بیا اینو بپوش، این تیشرت رو بپوش، این نمیدونم شلوار رو بپوش، این لباسو تنت کن، این مانتو، این چادر. بعد تو بیا بگی آره اینو نپوش. آقا بیا برو این تفریح کن. ای جوان، این سالن ورزشیته؟ ها؟ این هنرمند میخوای باشین؟ سالن هنریته؟ محیط سالمه، پدر مادرم به خدا نگران از خداش بچه‌ش بره یه جایی باشه که محیط. بعد بگم حالا این محیط ناآرامه، این محیط ناامنه، این محیط این بعد باشه من اول نقد بر خودمون میکنم. بعد این گفتم این شلوارا تنگ شد. بعد یک جاهای خاصی از این شلوار سنگ پایی شد، یعنی سفید شد. دقیقاً جاهایی که شما روانشناسی جنسی رو بخونید برای مرد محرکه، یعنی مرد براش تحریک کننده است. بعد این شلوار به یک بار پارچه‌ای شد، منتها پارچه کلفت. بعد آرام آرام این شلوار تنگ پارچه‌ای چی شد؟ نازک شد. بعد من گفتم منتظر باشید، ادامه‌ش هم اینه. این نازک‌تر میشه، رنگ‌های مختلفش میاد، بعد رنگ پاش میاد، یعنی کرمی میشه که اصلا هیچ فرق نمی‌کنه، انگار به طرف لخت. این پروسه در با آدم نشسته، به خدا قسم آدم نشسته داره کار می‌کنه. یعنی خوب میدونه که از اینجا یهویی من شلوار بیارم مثلا خودمون بابا تنش نمی‌کنه. چی آوردم؟ زایه است بابا این تو خیابون دیگه خیلی ناجوره. نه، آرام آرام بار گردو تو میدوزه، اصلا نمیفهمی که گردو تموم شد رفت. این هنر رسانه است. چطور بر روی اموالت که برات عزیزن 6 تن به پا هستی، چطور برای ماشینت که مهمه دزدگیر 500-600 هزار تومانی تصویر می‌خری می‌ذاری؟
اما بر روی عقایدت دزگیر نمیذاری، میان میقاپن و میبرن، نمیفهمی. در حالی که اونی که زندگی تو رو پیش میبره ماشینه نی. ماشین رو نداشته باشی به خدا زندگی میکنی. خیلی ماشین ندارن زندگی میکنن، اما این عقیده نداشته باشی یک ابدیت ممکنه آتش رو متوجه بشی. اینو خطر است. آقا وقتی از مردم میپرسی که من همین الان شما میپرسم، میگه آقا اسم ببر کدوم یکی از این کشورها بیشتر پدر ما رو درونن، بگید شما. عموم میگن انگلیس هم BBC فارسی نمان. به خدا همه حرفم همین. یعنی انگلیس خوب شد؟ یعنی الان عاشق چه شبری من توئه؟ یعنی الان فی سبیل الله ولی رسوله ولی امامه داره برای من شما خبر پخش میکنه؟ هنرش اینه که وقتی دام میندازه 4 تاش دونه است، آخرش دامه. 10 تا خبر راست، 2 تا دروغ. اون دیگه نمیشه تشخیص بدی. تهییج